به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکت. پدران، مادران و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده به اذن الله امروز به وطن خود، یعنی به تاجیکستان عزیزمان سفر می کنم و متاسفانه یک چند مدت ثبت ما قطع کرده می شد. از همه شمایان خواهش آن را دارم که در رقیب بنده دعای خیر کنید تا که الله تبارک و تعالی سفری با برار و بی خطر نصیب روزی بگردانه و به نزد پدر و مادر صحت و سلامت رفته برسیم و نگفته نماند که انشاءالله بنده پس از چند ماه وقتی که برمیگردیم بازم حکایه ها و بازم نخود پندان درس های تربیه‌ای را به سمع شما میرسانیم و از درگاه خداوند برای هر یک شما برای کار و رزق و روزی حلال و از خوف و خطر نگاه داشتنش را دعا دارم. الهی الله تبارک و تعالی در هر منزلی که قرار دارین، هر دعای خیری که میکنین و هر کاری عملی نیکی که میکنین مقبول در راهش بگردان، از راه خطا و از کار خطا همه شما را در حفظ و امانتش نگه بدارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکت. الله تبارک و تعالی یار و مددگاری هر یک شما یامد.